شمار زیادی از کودکان در شهر شبرغان به دلیل فقر مجبور شدند تا در شرایط دشوار کار شاق انجام دهند و از آموزش و رفتن به مکتب محروم شوند. اینجا هیزم بازار شهر شبرغان است که تعدادی از کودکان هیزم فروش در اینجا جلب توجه می کنند. این کودکان هیزم را از دشت لیلی، باب دهقان و سایر دشت های شبرغان، ذریعه اشتر، اسب، مرکب و کراچی های دستی به این بازار آورده از صبح تا بیگاه انتظار خریدار را می کشند. عبدالله یک تن از این کودکان که خود را باشنده قریه آلتخوجی شبرغان معرفی می کند می گوید او از راه‌های بسیار دور به بازار هیزم آورده و حالا هیچ کس نمی خرد و خریداران هیزم او را با پول ناچیز طلب می کنند و گفته وی این پول خوراک اشترش را هم پوره نمی کند. بازار با هیزم آوردیم، بازار هم نیست، غریبی هم نیست، هیچ کس نمی خره، بازار نیست. این کودکان از سوی خانواده های خود به کارهای شاقه مانند جمع‌آوری هیزم، چوپانی، کراچیرانی و رکشارانی گماشته شدند. فقر اقتصادی باعث شده که اکثر خانواده ها نتوانند به حقوق کودکانشان رسیدگی نمایند و به همین علت در بسیاری موارد حقوق کودکان نقض گردیده و کارهای شاقه روی آنان تحمیل می گردد.